سلام عزیز، من اینجا اومدم که صورتمو بشورم و یه دفعه دیدم که تو هم اینجا هستی. از حواسم نبود. خب چیزی که نشنیدی حتما، حواست نبوده حتما. اصلا میفهمی داری چی میگی؟ اصلا معلوم هست تو داری چه غلطی میکنی اینجا؟ مردی که گند خونه رو برداشته، من نمیتونم نفس بکشم. یعنی شعور نداری تو؟ وقت کچل با تو هم اصلا حواست هست به من؟ اومدم تو همون بینم بو اسهال میاد، خفه شدم. یه ذره خجالتم نمیکشه کچل اینطوری نگاه میکنی بیشتر از من خورد میشه. یکی میخوانم تو صورتت ها. من کردی شو بیشو الان آبجوش میرزم رو سر تا حال جا بیاد. خب فتولا بیا بریم دیگه. عزیز